تو این ویدیو قصد داریم سافت باکس 60/60 گادکس رو اسمبل کنیم و اونو به نورمون متصل کنیم. قطعات سافت باکسمون داخل یک کیف دسته‌دار کوچیک قرار داده شده. خب در واقع این گرید سافت باکس هست که داخل ایران بهش زنبوری میگن. مورد بعدی رینگ فلزی سافت باکس هست که از جنس فلز هست و کیفیت خوبی داره. و اینجا هم پارچه های دیفیوزر سافت باکس قرار دارن. خب این هم خود سافت باکس. و این هم 4 تا میله نگهدارنده سافت باکس. دو طرف میله های نگهدارنده سافت باکس سری های ضخیم‌تری قرار دارن تا بتونن سافت باکس رو بهتر و محکم‌تر بگیرن. همونطور که میبینید رینگ فلزی سافت باکس دارای دهانه نصب استاندارد بوئنز هست. در قسمت کناری رینگ همونطور که میبینید سوراخ‌های متعددی قرار داره که باعث میشه این رینگ برای اکثر سافت باکس ها با اشکال مختلف قابل استفاده باشه، اما ما فقط به 4 تا از سوراخ‌های اون نیاز داریم، به این خاطر که شکل سافت باکس ما مربعی هست و 4 تا میله نگهدارنده داریم. میرسیم به دیفیوزرهای پارچه‌ای دستگاه که 2 تا هستند، یکی کوچیک و یکی بزرگ. دیفیوزر کوچیک دارای 4 تا گیره فلزی در 4 گوشش هست، اما دیفیوزر بزرگ به صورت چسبی متصل میشه. جنس دیفیوزرها کیفیت قابل قبولی داره و از جنس پارچه پلاستیکی هست. خب این هم گرید یا زنبوری سافت باکس هست که باز میشه. خب این هم خود سافت باکس هست که اون رو باز میکنیم تا اون رو اسمبل کنیم. روش اتصال میله های نگهدارنده سافت باکس به این شکل هست که میله رو ابتدا از حلقه براق روی سافت باکس عبور میدیم و بعد اون رو از حلقه کشی سافت باکس عبور میدیم و در انتهای گوشه سافت باکس 4 تا حالت جیب کوچیک قرار داره که سری ضخیم میله ها رو داخل اونها سفت میکنیم. خب همونطور که میبینید هر 4 تا میله نگهدارنده سافت باکس رو داخل سافت باکس محکم کردم و حالا باید 4 تا میله رو داخل 4 تا سوراخ رینگ سافت باکس محکم کنیم. دقت کنید که نزدیکترین سوراخ رو برای هر میله انتخاب کنید. بعد از نصب 2 تا میله اول، نصب 2 میله بعدی سخت‌تر هست و نیاز به زور بیشتری داره. دقت کنید که بعد از نصب میله ها حالت کمانی پیدا می کنند. همونطور که میبینید هر 4 تا میله رو نصب کردم به این شکل و میله ها فاصله یکسانی از هم دارن. خب حالا گوشه های انتهایی سافت باکس رو که به صورت چسب های پارچه‌ای هست سفت میکنیم به شکلی که نور از پشت سافت باکس خارج نشه. دقت کنید که در انتهای رینگ سافت باکس 3 تا برآمدگی وجود داره. همچنین در جلوی نور 3 تا شکاف وجود داره که این 3 تا برآمدگی داخل اون 3 تا شکاف قرار میگیرن. به این رابطهای نر و ماده اصطلاحاً بوئنز میگن.
خب سافت باکس رو به نور متصل کردیم. حالا وقتشه که نور رو روشن کنیم و اون رو امتحان کنیم. خب من نور رو خاموش میکنم تا دیفیوزرها رو متصل کنیم. دقت کنید که 2 تا دیفیوزر پارچه‌ای داریم. دیفیوزر کوچیک در انتهای گوشه هاش دارای 4 تا گیره فلزی هست. همچنین سافت باکس دارای 4 تا حلقه کشی هست که گیره های فلزی داخل حلقه های کشی محکم میشن. خب همونطور که داخل تصویر میبینید دیفیوزر اول رو متصل کردم و حالا نوبت دیفیوزر دوم یا دیفیوزر بزرگتر هست. به خاطر جنس پارچه‌ای که به صورت نواری دور تا دور جلوی سافت باکس دوخته شده، دیفیوزر بزرگ به خاطر داشتن چسب پارچه‌ای دور تا دورش به راحتی روی سافت باکس متصل میشه. خب دیفیوزر بزرگ رو هم متصل کردیم. حالا وقت متصل کردن گرید یا زنبوری هست. خب دور تا دور گرید یا زنبوری هم چسب پارچه‌ای دوخته شده، بنابراین اون هم به راحتی جلوی دیفیوزر نصب میشه. خب اجازه بدید 2 تا مورد مهم رو اینجا بهتون بگم. مورد اول این که اتصال هر 2 تا دیفیوزر باعث میشه که نور ما نرمتر، با کیفیت‌تر و یک دست‌تر باشه. اما از طرف دیگه اتصال هر 2 تا دیفیوزر باعث میشه که شدت نور ما کاهش پیدا کنه. بنابراین بین داشتن شدت نور بیشتر و داشتن نور نرمتر، یک دست‌تر و با کیفیت‌تر، یک کدوم رو باید انتخاب کنید. مورد دوم دلیل نصب زنبوری هست. نصب زنبوری برای زمانی هست که بخوایم یک سوژه خاص یا یک محدوده کوچیک از صحنه رو نورپردازی کنیم. به این شکل با استفاده از زنبوری نور ما به یک سوژه یا یک محدوده خاص متمرکز میشه و به اطراف پخش نمیشه. این مورد زمانی که میخوایم اطراف سوژه رو تاریک نگه داریم بسیار کاربردیه. خب مورد آخر سه‌پایه نور هست. سه‌پایه نور رو بر اساس وزن نور و سافت باکس و همچنین حد اکثر ارتفاع مورد نیازمون انتخاب میکنیم. خب این پایه سه‌پایه هست که به خاطر داشتن تعادل بیشتر و همچنین تاشو بودنش به این شکل طراحی شده. و این هم سری استاندارد نور هست. اکثر نورها به این سری متصل میشن. معمولا سه‌پایه های نور دارای 1، 2 یا 3 تا پیچ تنظیم ارتفاع هستند که با شل کردن اونها میتونید ارتفاع سه‌پایه رو زیاد کنید و هر جا ارتفاع مناسب بود اونها رو سفت کنید. بعد از اتصال نور روی سه‌پایه نور و تنظیم اون پیچ موجود در محل اتصال رو سفت میکنید. و حالا
نورمون آماده استفاده است. ممنون از اینکه تماشا کردید. امیدوارم مفید بوده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر تا حالا داخل کانال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.